سلام به همگی. امروز میخوایم یه سوال خیلی مهم رو با هم باز کنیم. سوالی که احتمالاً خیلی از ماها وقت جلوی ویترین مغازه‌های موبایل فروشی وای میسیم از خودمون پرسیدیم. آخه چرا انقدر اختلاف قیمت بین آیفون و گوشی‌های اندرویدی هست؟ خب، واقعاً هم سوال خوبیه. چون هر دوشون زنگ میزنن، اینترنت میرن، عکس میگیرن، کارای اصلیشون یکیه. ولی وقتی پای قیمت وسط میاد، انگار از دو تا دنیای مختلف حرف میزنیم. اولین جوابی که معمولاً به ذهن میرسه چیه؟ خیلیا میگن بابا داری پول سیب گاز زدش رو میدی دیگه. یعنی همش به خاطر برند و اون لوگوی معروف اپله. اما واقعاً کل ماجرا همینه؟ نه. داستان خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. بیایید با همین اختلاف قیمت رو رمزگشایی کنیم چون ریشه این قضیه تو دو تا فلسفه بیزنسی کاملاً متفاوته. خب، برای شروع بریم سراغ جبهه اندروید. ببینیم استراتژی اونها چیه و چه چیزی باعث میشه که توی این بازار قیمت‌ها اینقدر رقابتی و پایین باشه. نقطه شروع همه چیز یه مفهوم خیلی مهمه. سیستم عامل متن‌باز یا اوپن سورس. گوگل اندروید رو به صورت متن‌باز ارائه میده. معنی این حرف چیه؟ اینه که هر شرکتی، هر کسی میتونه این نرم افزار رو برداره، تغییرش بده و روی گوشی خودش استفاده کنه، بدون اینکه لازم باشه پول هنگفتی به گوگل بده. خب این رویکرد متن‌باز یه نتیجه خیلی واضح داره. یه بازار فوق‌العاده شلوغ و رقابتی. شما نگاه کنید، سامسونگ، گوگل پیکسل، شیائومی، هواوی، ریلمی و کلی برند دیگه که همشون دارن سر جلب توجه من و شما با هم می‌جنگن. و این رقابت شدید، این جنگ، مستقیما شرکت‌ها رو مجبور میکنه که قیمتاشون رو بیارن پایین. یعنی برای اینکه تو این بازار زنده بمونن، مجبورن با حاشیه یه سود خیلی کم کار کنن، بعضی وقتا حتی زیر 5%. که خب این مستقیما به نفع ما مصرف کننده هاست. خب تا اینجا دنیای شلوغ و رقابتی اندروید رو دیدیم. حالا بیایید ورق رو برگردونیم و بریم سراغ اپل. ببینیم اونها چطور یه دنیای کاملا متفاوت برای خودشون ساختن. داستان اپل خیلی ساده است. تو دنیای iOS فقط و فقط یه تولید کننده وجود داره، خود اپل. این یعنی اپل توی اکوسیستم خودش مطلقاً هیچ رقیب مستقیمی نداره. یه تحلیلی از سلشگیر هست که دقیقاً همین نکته رو میگه. میگه اولین و مهمترین دلیل ارزان‌تر بودن گوشی‌های اندرویدی رقابت شدیده. در حالی که اپل تنها تولید کننده iOS و هیچ رقیب مستقیمی نداره. یعنی چی؟ یعنی اپل پادشاه قلمرو خودشه و هر قیمتی بخواد میتونه تعیین کنه. و این نمودار نتیجه این استراتژی رو خیلی واضح بهمون نشون میده. فقط نگاه کنید به این اختلاف. حاشیه سود اپل از فروش هر گوشی حدود 40%. حالا مقایسش کنید با سامسونگ که حدود 15% و بقیه برندهای اندرویدی که اغلب زیر 10% سود میکنن. این اختلاف واقعاً سرسام‌آوره. البته این قیمت بالا بی‌دلیل هم نیست. بخشی از پولی که شما میدید صرف هزینه‌های سرسام‌آور تحقیق و توسعه اپل میشه. اونها چیپ‌های سری A خودشون رو طراحی میکنن و سخت افزار و نرم افزار رو جوری با هم یک پارچه میکنن که مثل ساعت کار کنه. این یک پارچگی هزینه داره. اما صبر کنید، داستان فقط به برچسب قیمت اولیه ختم نمیشه. اگه بخوایم تصویر کامل رو ببینیم، باید فراتر از اینها بریم و به ارزش واقعی و بلند مدت نگاه کنیم. یکی از بزرگترین برگ‌های برنده آیفون پشتیبانی نرم افزاری طولانی مدته. ببینید، یه آیفون معمولاً تا 5-6 سال آپدیت‌های جدید نرم افزاری و امنیتی رو دریافت می‌کنه. در حالی که تو دنیای اندروید این پشتیبانی خیلی کوتاه‌تره، مخصوصاً برای گوشی‌های غیر پرچمدار. حالا بریم سراغ یه مسئله خیلی مهم دیگه. افت قیمت. فرض کنید یه سال از خرید گوشیتون گذشته. یه آیفون بعد از یک سال به طور متوسط فقط حدود 15% از ارزش اولیش کم میشه. حالا همین شرایط رو برای یه گوشی پرچمدار اندرویدی در نظر بگیرید. توی همون یک سال ممکنه 30% یا حتی بیشتر از ارزشش رو از دست بده. این یعنی آیفون خیلی بهتر ارزش پول شما رو حفظ میکنه. انگار یه جورایی سرمایه گذاریه. و میرسیم به بحث امنیت و حریم خصوصی. اینجا هم دو تا فلسفه کاملا متفاوت وجود داره.
مدل بیزینس اپل فروش سخت افزاره، یعنی سودش از فروش خود گوشیه. برای همین حریم خصوصی کاربر یه نقطه قوت براش محسوب میشه. اما مدل بیزینس گوگل چیه؟ تبلیغات. اونها از دیتای ما برای تبلیغات هدفمند پول در میارن. این تفاوت اساسی روی رویکردشون به امنیت و حریم خصوصی تأثیر مستقیم میذاره. خب با همه این حرفا به نظرم میتونیم سوال اصلی رو یه جور دیگه بپرسیم. سوال این نیست که کدوم بهتره. سوال درست اینه که کدوم برای شما بهتره. اگه شما کسی هستید که قیمت اولیه براتون خیلی مهمه، دوست دارید گزینه‌های متنوعی داشته باشید و بتونید همه چیز گوشیتون رو از ظاهر گرفته تا عملکرد شخصی سازی کنید، خب دنیای باز و متنوع اندروید احتمالاً برای شما ساخته شده. از گوشی‌های تاشو گرفته تا گوشی‌های با قلم، هر چی بخواید پیدا میشه. اما اگه اولویت شما چیز دیگه‌ایه، مثلا کیفیت ویدیوی فوق‌العاده، پایداری عملکرد و اینکه گوشیتون سالهای سال آپدیت بگیره و ارزشش رو حفظ کنه، یا اگه بقیه گجت هاتون هم اپل هستن و میخواید همه چیز با هم یک پارچه کار کنه، اون وقته که آیفون یه گزینه خیلی وسوسه انگیز میشه. پس در نهایت همه چیز به این سوال خلاصه میشه: گوشی موبایل برای شما فقط یه ابزاره یا یه جور سرمایه‌گذاریه؟ جوابی که به این سوال میدید بهتون میگه که باید به کدوم سمت برید. این کلید تصمیم گیری درسته.